تست تست تست. خب با درود مجدد با دوستان در یوتیوب هستیم. این لینکش هم احتمال زیاد لینک درستی نیست که خدمتتون دادم، ولی خب برنامه رو شروع میکنیم و برای برنامه بعد آماده تر خواهم بود. در یوتیوب خب صفحه پهن‌تر و اون بالا پایین رو نداره و یه نفرم منو پیدا کرده، خودم هستم. حالا اونایی که دوستان دیگری که این برنامه رو بعداً ببینن درستش میکنیم. چیزی که میخوام برنامه رو شروع بکنم، اولا که عذرخواهی میکنم چند هفته خدمتتون نبودم. دفعه آخرم که خواستم بیام همون روز فهمیدم که اینستاگرام لایو منو قطع کرده، به همینجوری هم داره از تعداد فالوورها کم میکنه، تا 30 چند هزار بود، حالا آماده شده 3700 تا. اشکالی نداره. تلگرام و یوتیوب رو بیشتر اونجا خواهم گذاشت. دلیلش هم اینه که به زودی این ماشینی که حالا از این بعد بخوایم بهش بگیم ماشین سرنگونی، دلیلش هم بعدم خواهم گفت، که اون ماشین براندازی سابق باشه، روش داریم بسیار کار میکنیم و میخوام که وقتی که اون رو میخوام معرفی بکنم در آینده بسیار نزدیک، این کسانی که در اینستاگرام دنبال میکردن باشن و مسلما بقیه دوستان هم آگاه بشن که راجع به اونها ما راجع به کاری که میخوایم بکنیم صحبت بکنیم. در برنامه امروز اجازه بدید که من راجع به اول کلیات صحبت کنم که چی میخوام بگم و بعد برم یکم وارد جزئیات بشم. همونطور که میدونید در این چند هفته گذشته، یکی دو سه ماه گذشته، اتفاقات بزرگی افتاده. کل جریان اینه و این خیلی مهمه برای کسانی که از ایران هستن. دو سه تا کامنت هم من دیدم که میگن آقای فروتن آمریکا چی و هم ترامپ چی و این حرفا و این چرا به کشور خودمون نمیرسیم. دلیلش خدمتتون میگم. بسیاری از شما آگاه هستید که اتفاقات بسیار بزرگ و نگران کننده‌ای در دنیا داره میفته که مدت‌ها شروع شده، ولی فقط و فقط به خاطر اینکه آقای ترامپ 4 سال رئیس جمهور بود و از همون روز اول قرار نبود رئیس جمهور بشه، حتی دستشون در رفت که خانم کلینتون باخت، ولی به هر صورت تلافیشو در آوردن و تقلبات 2020 ترامپ رو انداختن بیرون. اون تقلبات باعث شد که الان دیگه تمام دنیا، حداقل نیم یا نیمی بیشتر از مردم آمریکا و بسیاری دیگر از بقیه دنیا میدونن که در دنیا چه خبرهایی هست و این گلوبالیستا دارن چی کارا میکنن، چه برنامه‌هایی دارن، از جنگ اوکراین و روسیه گرفته تا به زودی جنگایی که قراره در طرفای فیلیپین و اونجا بشه، شاید هم اندونزی که بعد بهتون صحبت خواهم که راجبش میگم، شبیه اوکراین خواهد بود، میخوان اونجا با روسیه در بیفتن، و مسائل انتخابات و از همه مهمتر تمام تقلبات حزب دموکرات و کلینتون و اینا، همش هانتر بایدن و اینا نباید که اینجوری که الان در اومده این اخبار در بیاد. و کارهایی که داره انجام میشه اینه که از دو طرف، هم اونهایی که واقعا در آمریکا رو دارم میگم، اونهایی که در آمریکایی هستن و آمریکایی رو که از 200 خورده سال پیش بنا شده بود و منبع و منشأ آزادی و آزادی بیان و حقوق بشر و غیره بوده، اونها در افتادن با کسانی که به هر صورتی زیر نظر چین و با پشتیبانی چین. کار جدیدی هم نیست. الان تمام اخبار و اسنادی که من میخونم حداقل 10 تا 15 سال این کار شروع شده. اوجش مسئله کرونا بود و این کارهایی که الان دیدیم و کووید و غیره، ولی مدت هاست که این برنامه رو ریخته بودن و الان که حتی خود من که 2 ساله با شما این نقطه‌های مختلف و راجبش صحبت می‌کنیم، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، الان می‌بینید که چگونه تمام این اتفاقات دلیل داشته، چقدر برنامه‌ریزی شده بوده و همه به هم تقریبا ربط داشته. خب و دلیلی که من روی برنامه‌های آمریکا هم خیلی
صحبت میکنم، کار میکنم، اینه که حداقل به نظر من ما کارهایی که مردم ایران میباید با هم در رابطه با آزادی ایران انجام بدیم میتونیم یاد بگیریم از این کارهایی که الان آمریکایی‌ها این روزا دارن میکنن مدتیه و در ماه‌های آینده که جلوی اینو بگیرن که آزادی‌های خودشون سلب بشه. خیلی شبیه به هم است و اونا رو من دونه بدونه خدمتتون توضیح میدم از نظر خودم. حالا برگردیم چند قدم عقب، به جای اینکه دونه دونه بگم حالا این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، ببینیم در اصل الان به نظر من چه خبره و بعد بریم راجع به این نقطه‌های کوچک یا اتفاقاتی که هفته‌های گذشتم افتاده خیلی خبره خدمتتون بگم. خبر اصلی اینه که به نظر من ترامپ نباید و قرار نبود که انتخاب بشه، برای اینکه جزء گلوبالیستان نبود و اینها همونطوری که اوبامای اول آوردن اوبامای دوم و حالا همه میدونیم که اوباما از کجا اومد و غیره و الان هم به نظر بسیاری اوباماست که داره دولت آمریکا رو کنترل میکنه از طریق خانم رایس، سوزان رایس که همه کاره کاخ سفید اونجا نشسته ولی هیچ جا پیداش نیست. رئیس تمام مسئول تمام سیاست‌های داخلی و بسیاری سیاست‌های خارجی آمریکا الان خانم سوزان رایسه. توی کاخ سفید شغل هم داره، رئیس چیزی بهش دادن اداره بغل بایدن بهش میگه چه کار بکن چه کار نکن. ترامپ قرار نبود انتخاب بشه. وقتی ترامپ انتخاب شد از همون قبل از انتخاباتش یعنی از نامزدیش اینا شروع کردن و تمام اینا رو براتون در نشست‌های گذشته گفتم. FBI شروع کرد با کمک CIA و اونایی که تو دیپ استیت هستن، یعنی اونایی که در این سیستم داخلی آمریکا هستن که قدرت رو دست دارن و فرقی براشون نمیکنه که کدوم پرزیدنت بیاد یا نیاد، اینها شروع کردن برای آقای ترامپ پاپوش درست کردن. از همون قبل از اینکه سوگند ریاست جمهوری بخوره الان دیگه میدونیم، چون در دادگاه اومده، دادستان کل کشور آقای دورهم گفته که خانم کلینتون و حزب دموکرات آمریکا چندین میلیون دلار، حداقل 11 میلیون 15 میلیون پول دادن به دفتر وکالت و اون دفتر وکالت به یکی دیگه و اونا به یه نفر جاسوس تو انگلیس و جاسوس انگلیس به یه سری آدمای بی سر و پا توی روسیه و یه سری خبر گرفتن الکی تو کاغذ نوشتن و بهشون گفتن راشن داسیه که آقای ترامپ کارهای بد تو روسیه کرده و در نهایت جاسوس روسیه است. 2.5 سال مردم آمریکا رو علاف کردن با اون رئیس قبلی FBI و اون کومی که بعد ترامپ اخراجش کرد، معاونش، اون پرونده‌ای که رابرت میولر گذاشت. 1.5 سال 2 سال 30-40 میلیون دلار خرج کردن، آخرش گفتن نه بابا بیچاره ترامپ کاری نکرده. تا بعد این آقای دورهم در اومد نه تنها ترامپ کاری نکرده بلکه هر چی بر علیه ترامپ گفتن خودشون کردن، یعنی تمام جاسوسی و تمام کارهای پشت پرده با روسیه رو خود خانم کلینتون و دموکرات کردن. اینهایی که من میگم تو پرونده دادگاه هست، قبلا هم خدمتتون گفتن، بیشتر هم داره میشه، چون الان آقای دورهم اون کسی رو که منبع دروغ‌های روسیه بود اون رو در ایالت نیوجرسی به زودی دادگاهی خواهند کرد و امروز هم خبر اومد که آقای دورهم 2 تا پرونده 2 تا کاغذ فایل کرده با دادگاه که باید این کار رو انجام بده که من میخواهم یک سری اسناد محرمانه رو تو دادگاه بیارم. پس اون داره کار پیش میره. ولی اینها اومدن اول بر علیه ترامپ 2 سال گفتن این آقا جاسوس روسیه است. بعد که سرشون به سنگ خورد و دیدن نه از اون طریق نتونستن کاری بکنن و هیچی نشد، بعد چیکار کردن؟ بعد فوری همون فردا پس فردا این که دیدن اونجا به جایی نمیرسه اومدن یک استیزا شروع کردن، گفتن آقای ترامپ اومده با وجودی که 20 نفر تلفنش رو گوش میدادن با آقای زلنسکی رئیس جمهور، همین زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که الان داره مثلا جنگ میکنه و بیچاره مردمش دارن همینجوری کشته میشن، اون خودش داستان دیگری است. گفتن ترامپ اومده با این حرف زده و تو حرفاش اومده گفته بی خود بی جهت که شما چرا به رئیس جمهور گفته و در یادتون باشه میگن پسر بایدن هانتر یه کارهای خلافی کرده توی اوکراین، اگه میشه تحقیقاتی بکنید. اینو گفت. اینها اومدن خواستن رئیس جمهور
آمریکا رو استیضاح بکنن. یادتونه بردن مجلس و فلان و اونجوری تو راه رو قدم می‌زدن، آقای ادم شیف گردن مدادی و غیره و اینا، خانم پلوسی هم که کیف میکرد و بعد دیدن نشد، اومدن سنا اونجا رأی نیاورد و البته یکی دو تا از این سناتورها رأی دادن بر علیه ترامپ، یک و نصفشون، ولی بقیه چون اون آقای که مال یوتا اون نصف رأی داد، شاید مال دومش بود. خلاصه استیضاح اول نشد. دیدن که ای بابا. بعد 6 ژانویه شد، اینا گفتن خب چیکار کنیم؟ ترامپ خواسته از طرفدارانش بیان واشنگتن صحبت کنه، سخنرانی کنه و برن اعتراض خیلی سالم و معمولی بکنن توی اونجا که آقا شما این همه شواهد تقلبات هست، آقای پنس 10 روز عقب بنداز تایید این چیزو، که چون توی وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات شما هست به عنوان رئیس اون دو تا مجلس که میخوان تایید آرا رو بکنن. آقای پنس هم که الان معلوم شده که از اونم از کجا میاد، اونم اون طرفیه که من هیچ وقت باورم نمیشد، چون با اون دوسی فرماندار آریزونا و بسیاری دیگری که مخالف ترامپ کار میکنن، پنس هم دو دوزه بازی میکنه، ولی بیشتر اون طرف از ترامپ خوشش نمیاد. بعد تمام مدت من به شما گفتم، شما هم از جای دیگه شنیدید یا از من شنیدید که در روز 6 ژانویه در واشنگتن FBI دست داشته، نه تنها FBI بلکه به احتمال زیاد نیروهای دیگر، سازمان دیگر مثل CIA اینا دست داشتن که اون روز سوء استفاده بکنن بر علیه ترامپ، که کردن. اون انجام دادن و بعد فوری مجلس خانم نانسی پلوسی و این خانم لیز چینی که دیگه مردم وایومینگ تیپا به استادن افتاد بیرون، پر هفته پیش انتخاب نشد که بره برای نمایندگی کنگره، اینها اومدن و یک استیضاح دوم گذاشتن برای آقای ترامپ، اینجوری بیرونش کنیم. چرا این استیضاح می‌خواستن بکنن؟ برای اینکه اگر رئیس جمهوری استیضاح بشه در آمریکا، دیگه نمیتونه بار دیگر هیچ مقام دولتی دیگری رو بگیره، از جمله ریاست جمهوری. اونم نتونستن، ترامپ اومد. اون که نتونستن دیدن ای بابا 2 تا استیضاح و 2 سال و نیم هم جاسوس روسیه نشد. گفتم چه غلطی به سرمون می‌کنیم، چه کاری بکنیم؟ رفتن یک کمیسیون مخصوص درست کردن به نام کمیسیون 6 ژانویه که این کمیسیون 6 ژانویه ببینن که چه خبر بوده. معمولا در تمام تاریخ کنگره آمریکا وقتی که همچین کمیسیونایی میذارن، تعداد افرادی که اونجا هست اگر مساوی نباشه از جمهوری خواه و دموکرات، اون حزبی که در اقلیت هست 1 نفر 2 نفر کمتر خواهد داشت اعضا رو از کسانی که در اونجا عضویت دارن. خانم نانسی پلوسی که اومد این کمیسیون درست بکنه، 2 تا از این نمایندگانی که طرفدار ترامپ هستند و موافقن که احتمالاً تقلب‌هایی در سال 2020 شده بود، از جمله آقای جیم بانکس و جیم جوردن، این 2 تا گفته قرار شد که برن توی این کمیسیون. خانم نانسی پلوسی گفت من این 2 تا رو راه نمیدم، 2 تا دیگر رو بفرستید. رئیس ریپابلیکن هم، حالا بعضی میگن کار درستی کرد یا نکرد، اون گفت غلط کرد، حالا که راه نمیدی ما اصلا نمیایم، یعنی جمهوری خواه نمیاد. برای کسی دیگری رو نفرستاد تا اینکه خانم نانسی پلوسی رفت این لیز چینی رو آورد و اون آقای ادم کینزینجرش، اون 2 تا رو که مثلا جمهوری خواه، ولی جمهوری خواهی که از دموکرات‌ها بیشتر بهتر کار میکنن بر علیه جمهوری خواه. پس این کمیسیون شماره 6 رو گذاشتن، 1 سال و خورده‌ای هم اونا اومدن خرج کردن، میلیون‌ها دلار خرج کردن، میگن حدود 1000 نفر مصاحبه کردن تو زیرزمین، تو فلان، اینا به کسی هم نگفتن چیه. بعد تیکه تیکه فیلماشو برداشتن، یه کارگردان هالیوود هم، تهیه کننده هالیوود هم مال کمپانی تلویزیون ABC استخدام کردن، گفتن تو هم بیا این شو برای ما درست کن، ما به مردم آمریکا بگیم که ترامپ چه کرده. یعنی ترامپ از قبل برنامه‌ریزی کرده بود، مسئولیت داشت با افراد مختلف که بیان روز 6 ژانویه انقلاب مسلحانه بکنن بر علیه دولت و حکومت آمریکا، همه رو وارونه کنن، لابد بشه دیکتاتور، بشه خامنه‌ای. این حرف خانم لیز چینی و غیره بود. اومدن این کارا رو بکنن، انجام دادن تا 2 ماه پیش گفتن ما اولین برنامه این کمیسیون رو می‌خوایم به مردم آمریکا ارائه بدیم. اینقدر اخبار گذاشتن و برای اولین بار اومدن گفتن اصلا ما این شو
کمیسیون رو ساعت 8 شب مثلا وسط هفته دوشنبه سه شنبه میذاریم، یعنی اون شبی که همه خونن بهترین ساعت، یعنی اونو بهش میگم پرایم تایم. 8 شب 8 تا 11 شب بهترین ساعت ها و گرونترین ساعت های تلویزیون هستن اگه بخوایم تبلیغ بذاریم. اومدن اون شو رو گذاشتن، مردم نگاه کردن هیچی توش نیست. یه سری اون بالا نشستن، خانم لیز چینی و یا اون یکی کینزینجر جمهوری خواه با یه سری دموکرات، رئیسش هم اون آقا سیاه‌پوسته دموکرات که همشون دروغگو هستن. همشون هم سال 2016 و 2020 اومد، 2000 قبل 2016 و 2012 همیشه اومده بودن و به خصوص 2016 گفته بودن آقا این انتخابات توش تقلب شده، یعنی همون حرفی که ماها میذاریم تقلب شده، اینو خود دموکرات‌ها فیلمش هست، همه میگفتن، ولی اونا مهم نیست، اینایی که جمهوری خواه گفتن مهمه. خب بعد که اومدن شوی اول گذاشتن در هیچ کی نگاه نکرد، یعنی بعد تلویزیون‌ها رو که نشون میداد، تاکر کارلسون نشون میداد، ABC و MBC و CBS و NPR و چیا، همه 6 تا صفحه تلویزیون بود، همه سبز رنگ، همه داشتن خانم لیز چینی رو به طور زنده نشون میدادن چگونه سخنرانی میکنه. تنها شبکه‌ای که به طور زنده اونو پخش نکرد از این اصلی‌ها فاکس بود که مسخرهشون می‌کرد این حرفا، ولی اینا همه اومدن دیگه سعی کردن به مردم بخورونن و بچپونن که ترامپ اینجوری کرده. مردم قبول نکردن دیگه. نشست دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و همه را در طول روز گذاشتن، هی اومدن آشغال و بیخودی ارائه دادن، هی 30 ثانیه از این و 10 ثانیه از این و دختر ترامپ و اون یکی نمره گذاشتن که بعد مثلا یه چیز صحبتایی که شاید به نفعشون بود که بله مثلا اینجوری بوده، ما فکر نمی‌کردیم اینجوری بشه، از این حرفا که در نهایت بیان بگن آقای ترامپ مسئوله. شو هشتم یا هفتم یا هشتم هم که آخریش بود، مال همین کمیسیون 6 ژانویه قبل از اینکه برن تعطیلات تابستون ها دوباره قراره برگردن باز ادامه بدن، باز دوباره 8 شب این فیلمو گذاشتن دیگه، اصلا کسی نگاه نکرد، دیدن هیچ چیز جدیدی نیست، همش دروغه. حالا از اون ور وقتی که شما ABC و MBC و CNN اینا رو نگاه کنید، خوب دیدی چی شد، چه خبر بود اینا. و اجازه من اینجا ببینم چه خبره، دوستانی که اگه اینجا هستن رو میبینیم یا نه. برسا اوکی، اینم از اینو، اینم از اینو، اینم از. خب یه سری از دوستان دارن نگاه میکنن. وقت 38 تا چه خوب. دوستان 38 تایی دو تا خواهشه که این که اگه کسی فوش داد شما اینجا پاک بکنید، یعنی اینقدر تکست بزنید تا بره، چون من یاد بگیرم که تکست ها رو پاک کنم. روحی عزیزم اینجاست. روحی جان بعداً تو باید به مادریتور این برنامه من باشی که اگه کسی چیزی گفت بندازش بیرون. اگرم میتونید دوستان توی اینستاگرام یا جایی که میتونید بگید که فروتن الان اینجاست، چون شاید خیلی اونجا بگردن، ولی مهم نیست، اینو من توی اینستاگرام میذارم بعد از برنامه. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد این شد که 8 میرن گذاشتن، دیدن نشد. همچی که نشد دیدن نه اینجوری. چرا می‌خواستن این کارو بکنن؟ برای اینکه از طریق کمیسیون 6 ژانویه، کمیسیون ببین خود کمیسیون مجلس کنگره آمریکا قدرت اجرایی و دادگستری نداره، بری که برای دادگاه دیگه. تنها کاری که میتونه بکنه که میتونه بره یه سری پرونده درست بکنه، یه سری تحقیقات رو بکنه، بعد گزارش میفرسته وزارت دادگستری آمریکا، میگه آقای وزارت دادگستری، خانم وزارت دادگستری، درخواست میکنیم این آقا یا خانم رو ببرید دادگاهیش کنید، بر علیهش پرونده واکنید. و ما میدونیم که این کارا هم، پس این 6 ژانویه میخواست این کارو بکنه، هنوز هم این کارو میخواد بکنه. چرا؟ برای اینکه اگه از اون ور به قول آمریکایی‌ها ترامپ رو ایندایت بکنن، ایندایت یعنی به پرونده براش باز بکنن، بعد بره دادگاه، لابد میبرن زندان، از این چیزا میذارن. چه میدونم بدبخت بیچاره رو بخوان حالا دستبند که فکر میکنن بذارن، اینا میخوان آبروشو ببرن دیگه، بگن مثلا تروریست بوده، دزد بوده، اسپیوناژ بوده، از این حرفا. تا الان دیدن 6 ژانویه نمیشه، کسی هم براشون طرح خورد نمیکنه. و بعد چیکار کردن؟ گفتن حالا کسی طرح خورد نمیکنه، همچی که 6 ژانویه تموم شد، مثلا 3 هفته پیش که به خانم لیز چینی بره ایالتش ببازه و بیاد، یهو میبینیم یه روز پنجشنبه گذشته اینا ساعت 6 صبح 35 تا مأمور اف بی آی با تفنگ و سنگ و فشنگ میریزن برای اولین بار در تاریخ آمریکا، سابقه نداشته در این 200 خورده سال آمریکا، که مأموران دولتی با اسلحه اینا برن منزل یک پرزیدنت سابق. همین چیزی سابقه نداشته.
و ما میدونیم که اگه همچین کاری کردن اینا 100% به زودی میان یه پرونده برای ترامپ درست میکنن. الان هم با این چیزایی که بر علیهش نوشتن حالا داستان داره، میگن لابد میخواد بره اسپیوناژ یعنی به اسرار آمریکا رو بفروشه به دولت‌های مثلا خارجی، هر شکمش مثلا ترامپ بره بفروشه به نمیدونم یا کره شمالی یا چین یا کوبا بگذاریم که اون الان اونه که اینو برم جلوی کم باز برمیگردم اون داستانی که می‌خواستم خدمتتون بگم. پس پنجشنبه پیش بعد از که تمام این اتفاقا و سعیایی کردن بر علیه ترامپ نشد، اینا چیکار کردن؟ اینا ریختن تو خونش. وقتی که شما میرید در سرچ وارانت، یعنی یک جواز میگیرید از قاضی، همینجوری نمیتونید بری خونه هر کسی. آمریکا یک قانون اساسی آمریکا اصل 4 داره. اصل 4 خیلی دقیقه، میگه هیچ مقام دولتی حق نداره وارد منزل هیچ کس و یا جای خصوصی که متعلق به یک فرد اینا حساس کمپانی هست بره، مگر اینکه بهش وارانت میگن، یک اجازه امضا شده توسط قاضی داشته باشه و قاضی باید دقیقاً تو اون کاغذ باید نوشته باشه چرا دارن میرن، کجا رو میخوان بگردن، دنبال چی دارن میگردن و در نهایت این نحوه گشتن و دنبال چی میگشتن باید تا حد اکثر امکان بهش میگن نرو، یعنی باریک باشه. برای مثال اگه دنبال تفنگ نمیدونم 3 فوته میگردی 2 متره، اون نمیتونید برید تو کشوی این میز بغل تخت خواب یه آقای خانومی بگردید برای اینکه تفنگ به این درازی که توی کشوی اینقدر جا نمیگیرید. برای مثالشه و برعکس. خلاصه اینا ریختن تو آترا. بعد که میرن اونجا معمولا همیشه اول تنها دلیلی هم که شما میپرید تو خونه یکی با تفنگ به خاطر اینکه باید سند داشته باشی و امکان این بسیار باشه که اون شخص میخواد اون اسناد رو بریزه بیرون، آتیش بزنه، نمیدونم بریزه تو توالت بسوزونه، خیلی کارهای بد بکنه، خطر مهم هست، چه میدونم بمب اتمی میخواد بتره که تروریستا میخوان بزنن، چه میدونم با هواپیما توی برج فلان اینا. اون موقع است میگن آقا بریزین تو خونه مردم بدونی که از قبل بگم. ولی پرزیدنت ترامپ که مردم عادی نبود. پرزیدنت آمریکا خونش توسط سیکرت سرویس محافظت میشه، یعنی ماموران سیکرت سرویس تا آخر عمر دنبال ترامپ هستن هر جا بره، به خاطر این از چیزایی است که چی میگن از اون خدماتی هست که پرزیدنت‌های قبلی میگیرن تا آخر عمرشون. اینها وقتی این کار کردن، بعد که مجبور شدن 2-3 روز بعد به خاطر اینکه یه لاسوت همون آقای تام فیتون که هست مال جودیشال واچ بهتون گفتم، اون و همراه پراجکت وریتاس اینا بهترین اخبار رو میکنن. کار تام فیتون مال چیز اینه که فقط میرن هی دادگاه، هی پرونده وا میکنن، شکایت میکنن و قانونا بر اساس قوانین آمریکا هر کسی میتونه بره و خیلی مشخص بگه وزارت فلان، آقای فلان، وزیر فلان، رئیس اداره فلان، چه محلی، چه ایالتی، چه فدرال، ما بر اساس قانون، بر اساس شفافیت اینا رو میخوایم. حالا اینا چیه؟ ایمیل های بین مثلا فلانی و فلانی بین این تاریخ در رابطه با این موضوع، مجبورن اونا بدن، معطل میکنن ولی مجبورن بدن و میدن و کلی حقایق و اسناد در این چند ماه گذشته و سال گذشته اومده که اونها زمینه این است که چقدر اینا به ما دروغ گفتن، از کووید گرفته، دروغای کووید و واکسن کووید، به اونم شاید امروز برسیم و کارهای دیگه. خب این کاغذش که در اومد دیدن که این قاضی که امضا کرده، یادم بنویسید چه این قاضی هم صحبت کنم، البته قاضی هم نیست، ماجستریت نصف قاضیه، یعنی خود قاضی هم نیست، مقامش پایین‌تره. آقای بروس نمیدونم چی. حالا که پرانتز باز کردم بگم این بروس چی قاضی است که اوباما اینو منصوب کرده بود 4 هفته پیش، یعنی الان که آخر آگوست جولای، یه ماه پیش، 4 هفته پیش یه پرونده دیگه بود چون ترامپ بر علیه کلینتون شکایت کرده تو دادگاه به خاطر تقلب و دزدیایی که کردن توی دروغایی که راجع به روسیه گفتن. اون داره ادامه پیدا میکنه. اون پرونده افتاد زیر دست این همین قاضی آقای بروس. اون آقای بروس 4 هفته پیش خودش رو ریکیوز کرد. ریکیوز یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من این دو طرف شکایت با یه طرفشون آشنام، دوستم، باهاشون حال میکنم، نمیتونم بی‌طرف باشم. وقتی نمیتونی بی‌طرف باشی، قاضی مجبور خودش رو بکشه بیرون یه قاضی دیگه بشه. 4 هفته پیش در پرونده آقای ترامپ بر علیه کلینتون، همین قاضی بروس راینهارت هرچی اسمش هست خودشو
کشید از این پرونده بیرون. بذارید من اینجا یه بروس جاج، من اینجا اینو بردارم که ببینم اینجا بیارم چی میشه. اینو یه شیر اسکرین بکنم برای اولین بار در زوم ببینم که این چیزی در میاد. خب این که فروتنه، اینم این خودم که دارم این بر میبینم ببینم. خب این میگیم که مار-آ-لاگو ریت جاج. این خوبیش اینه که بزرگه کامپیوتر شما که میبینید منم میبینم. خب این آقای حالا خودم رفتم روش، این آقای قاضی هست، اسمش هست بروس راینهارت. بروس راینهارت آخرش چقدر خوبه توی یوتیوب، همه سفر خودم میبینم، تو اون اینستاگرام باید اینجوری بالا پایین کنم. خب بگذاریم این اون قاضیه. این آقای قاضی 6 هفته پیش 5 هفته پیش در اون پرونده آقای ترامپ بر علیه کلینتون گفت آقا ما نیستیم، من نمیتونم اینجا بی‌طرف باشم چون من مخالفم با ترامپ. حالا 2-3 سال پیش رفتن حساب توییتر این آقا رو قاضیه رو پیدا کردن، فوش خواهر مادر رو داده به ترامپ. حالا اگه خواهر مادر نداشته فوش بعدی هم داده. به اضافه اینکه دوستان ببینید چه خبره. این قاضی است که وکیل کارمندا و طرفدارا و دوستای جفری اپستین بود. اپستین یادتونه تو جزیره که همین بچه کوچولا رو، دخترا رو زیر 18 سال رو میگرفت، خیلی کارو باش میکرد، بعد تو زندان میگن خودش اعدام کرد، خودش دار زده. این وکیل اپستین هم بود. 4 هفته پیش هم گفت من نمیتونم مثلا بی‌طرف باشم، ولی این امضا کرد، این کسی است که امضا کرد اف بی آی بره خونه آقای ترامپ. پس اینم از این. اینجا خوبه همه راحت میتونم ببینم. لینک رو اسطوری کن. چشم میذارم رستاخیز جان، میذارم دارم همونجا میدم دست خود ترکاری خواستی بکنی. خب فرشید عزیز درود به همه شما و دوستانی که اومدن. چرا خوب اینا دوستان میبینم اینجا. خب پس این از آقای برم اینجا چجوری باید برگردم اینجا که بودم. این زوم ببینم این زوم. خب استاپ شه برگرد. حالا این قاضیه کاغذ شد بخونی خلاصه اون کامپیوتر نمیخواستم بدم، حواسم پرده. دوستان راستی یه ساعت شد، به من اینجا علامت بدید که من نمیدونم یوتیوب مثل این که بیشتر از یه ساعت هم میتونه بدید. بذار من این آقا رو بیارم. چی بود؟ اوکی بروسو. آره این سرچ وارانت اکچولی بذارم. سرچ وارانت اون کاغذی است که این آقای امضا کرد. ولی قبل از اون میخواستم که تامپتون رو بذارم. جودیشال واچ که شما این بیافارم ببینید که اینا کیا هستن. این آقای جودیشال واچ، این یه سازمان غیر انتفاعی دارن. اینا یه بند روزی 2 تا 3 تا 4 تا تمام آمریکا، تمام کسانی که متقلبه رو سو میکنن. الان کلی ایالات ها سو کردن که این لیست رای دهندگان رو درست کنن، چون همه ایالات به خصوص ایالات دموکرات چندین هزار میلیون آدم مرده و غیره درش داره. و بعد هر کاغذی ایمیلی که میخوان از ایمیل های کووید و فایزر و کلینتون و اینا رو همه رو سو میکنن. بالاخره بعد از 12 و 14 ماه میگیرن. دیر میاد ولی خوب میاد، میبینن که چقدر تقلب میده. پس این جودی واش رفت فوری بعد از پنجشنبه گذشته که ترامپ و خونش رو رفتن، این رفت سو کرد. حالا جالبه که این سو کرده، یه سری از این فیک نیوز هم با این اومدن، مثل نیویورک تایمز. اینا میخوان برن چه خبره.
و وکلای ترامپ هم دنبال همین گرفتن، رفتن به این قاضیه، به این خوشگله که حالا این کجا رفت، گفتن آقا باید بگیم که اینکه شوخی نیست که، این نمیدونم فلانی نیست که همینجوری بگین آره دزدی کرد، ببین برای چی رفتین، فوری باید هرچی هست بدین بیرون. اینا اومدن این سرچ وارانت که خواستن، بذارم اگه عکسش هست بهتون نشون بدم، این سرچ وارانتری که من خونده بودم که یه همچی چیزیه. این سرچ وارانت دیدن که این آقایی که امضا کرده وکیله، حالا دیگه سرتون در نیارم خودم بهتون بگم چی بود، توی این نوشتن که شما به FBI گفتن برین خونه ترامپ، ببینید همین عزیز، ببین کثافتکاری چیه. انقدر این موضوع مهم بوده، سریع بوده، امرجنسی بوده، فوری بوده که اصلا نمیتونسته مکس بکنه که بدون که به ترامپ بگم با پلیس 6 صبح 35 ساعت با FBI میرن خونش که برن تو نگردن. خب اگه این انقدر مهم بوده که مسائل امنیتی آمریکا بوده و فلان بوده، این چرا 18 ماه طول کشید؟ حالا 18 ماه آقای ترامپ رئیس جمهور نیست، 18 ماه پیش طول کشید. شما میگید ایشون اسناد محرمانه و فوق محرمانه و سری بالای سری همه رو گذاشته تو خونش. خب میگی گذاشته چند تا چیز، ترامپ میگه من تمام اینا رو آن کلاسیفاید کرده بودم. هر چی میگه اینجا هست، میگه من قبل از اینکه پرزیدنت تموم بشه سری بودنش رو برداشتم، گفتم همه رو چاپ کنید مردم آمریکا ببینه. چیزی که خیلی نمیدونن و این فیک نیوز به دروغ میگن مگر میشه پرزیدنت همینجوری اینجوری اشاره بکنه اسناد و نمیدونم محرمانه سریشو برداره؟ جواب اینه بله میتونه. در آمریکا 2 تا اگزیکیتیو اوردر هست، یکی رو پرزیدنت بوش امضا کرد، یکی اوباما. در اونجا قدم‌ها و پروسه و روند محرمانه کردن، کلاسیفای کردن و یا دی کلاسیفای کردن همه چی رو آشکار کردن رو نوشته که چه کارهایی باید انجام بشه برای تمام اعضای دولت. اول این کارو بکنید، بعد این کارو بکنید، بعد با اونجا ایمیل بزنید، بعد بشینید با CIA، بشینید به FBI. اینا نوشته به جز رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، یعنی پرزیدنت و وایس پرزیدنت آمریکا هر زمانی به هر دلیلی هر کاغذی، هر اسمی، هر سری رو بخوان میتونن با یه امضا یا بدون امضا شفاهن بگن آقا دی کلاسیفاید. این قانون آمریکاست و تمام اینا تو دادگاه در میاد. این یکی دیگه بود فکر کنم پتش چیز، این آقایی که اسمش یادم رفت، فکر کنم که معاون همکاری وزارت دفاع آمریکا بود، پتل، آره کش پتل. این کش پتل گفت پرزیدنت ترامپ قانونش تو کاخ سفید این بود، چون دوست داشت بخونه کاغذ اینا رو، هر موقع گفته بود هر موقع من هر چیزی رو محرمانه از کاخ سفید میبرم مارلاگو، اونا رو دیکلاسیفاید کنید، برای اینکه چون دارم میبرم اونجا اونا رو هم انجام بدید. اینم از این. امروز صبحم که من گشتم براتون پیدا کردم برای مثال، چون این وسط چون من ربط داره اینم بهتون نشون بدم چی در اومده. درست یک روز قبل از اینکه ترامپ بره بیرون از کاخ سفید، این 19 ماه یعنی ژانویه، یه دونه دستور دیگه داد، کالا کاغذشو دارم بعد براتون پیدا میکنم، که تمام کاغذهای دروغا و کسافتکاریای دزدیای کلینتون و روسیه، راشیا هوکس هم اونم گفت بدیم بیرون. الان در نیامده، تازه فهمیدن این بیشرف وزارت امور دادگستری‌ها گیرش دادن، بعد میگن گم شده قایم شده نبود، اینا اونا هم هنوز بیرون ندادن. خب تمام این پرانتزا بحثه، برمیگردیم به اون روزی که رفتن خونه ترامپ. میرن خونه ترامپ، مهمترین کاری که همیشه FBI میکنه که اصولا دوست دارم با کلی مامورای FBI هم مصاحبه میشد، میگفتن آقا ما از خدامونه که وکیل اون شخصی که ما میخوایم بریم خونه‌ش رو بگردیم رفتیم توش اونجا باشه، یا خودش هم به ما بگه دنبال کجاست این چیزای دنبال میگردیم که زودتر کارمون تموم بشه و بعد نیان بگن که فلان و فلان و فلان. وکیل ترامپ که اتفاقا همون خبرنگار NTD هم هست که 100% موافقه اینه که انتخابات تقلب شده، خانم کریستینا بابینا، این که فوری بعد از چند دقیقه میرسه اون روز پنجشنبه در خونه ترامپ، راش نمیدن، میگن تو آفتاب بمون 9 ساعت 10 ساعت تو آفتاب و شب و صبح و اینا، بیچاره میمونه با یه وکیل دیگه تو خیابون، یعنی جلوی ساختمون، که FBI ها خودش هم برن اون تو هر غلطی میخوام بکنه.
خلاصه این تام فیتون که بهتون نشوندم بقیه رفتن سو کردن به دادگاه، اینو به همین آقا دادگاه قاضیه شروع کردن تمام این افتضاحات قاضیه رو گفتن که با اوباما چیکار کرد، 4 ماه پیش چیکار کرد. این مجبور شد که بگه که خب اون کاغذی رو که دنبال چی میگردین و چه قوانینی رو احتمالاً ترامپ تخلف کرده و لیست هر چی از اون خونه رو آوردین بیرون رو باید بدید. حالا وقتی که از خونه یکی میرن چیزی میرن، اف بی آی و پلیس مجبوره یه لیست درست کنه، بگه مثلا در اتاق کار آقا 2 تا خودکار و یه کاغذ و یه پرونده که اینا بود، اینا رو درآوردیم، اتاق خوابش اینا رو درآوردیم، دستشوییش اینا رو همه رو بنویسن. اینها اومدن اول که کاغذ رو نگاه می‌کنی 3 تا قانون آمریکا رو این وزارت دادگستری گفته که امکان این هست ترامپ این 3 تا رو تخلف کرده باشه. 2 تاش در رابطه با از بین بردن اسناد محرمانه و سری و این حرفاست، یا قایم کردن یا جلوگیری کردن از قانون این حرفا. یکیش اسپیوناژ یعنی جاسوسی. دارن ببین چی کار میکنن، از ترسشون تو شلوارشون همه قهوه‌ای کردن بیچاره ترامپ رو به عنوان جاسوسی رفتن خونش، وکیلش گذاشتن بیرون، با وجودی که 1 سال و نیم 1 سال هم هست با ترامپ و وکلاش دارن کار میکنن. حالا بهتون میگم 1-2 ماه پیش خونه ترامپ بودن، با اجازه رفتن، اونم خدمتتون میگم لابد شنیدید. اینها اومدن و قانون سوم میگن ترامپ احتمالاً تخلف کرده به خاطر جاسوسی. یعنی چی؟ یعنی به نظر من 99% دیگه اینا پس فردا، حالا یا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه، فردا هر موقع که به نفعشون باشه میرن ترامپو پرونده براش آماده میکنن به عنوان جاسوسی برای یه جایی. خب پس این از 3 تا قانون. بعد اون اینی که دنبال چی بگردید، قاضی امضا کرده که تو خونه برید، هر جای خونه، هر اتاقی، هر جایی، هر سندی که دیدید امکان این بوده باشه که ربطی به این چیزایی که ما گفتیم داره، از 21 ژانویه 2016 تا 20 ژانویه 2020، یعنی تمام 4 سال پرزیدنتی و ریاست جمهوری ترامپ بردارید بیارید. این بی‌شرفا هم رفتن 19 تا 20 جعبه برداشتن. بعد این لیستی که مردم دادن فقط نوشتن جعبه شماره 2، جعبه شماره 3، جعبه شماره 4 اسناد محرمانه، جعبه شماره 5، جعبه شماره 6، جعبه 7 اسناد سری، بالای سری، زیر سری، اونجای سری فلان. بعد 2 تا آلبوم عکس و کاغذ فلان و دستخط ترامپ و همینجوری. فقط جعبه رو ننوشتن توی این جعبه چیه. از این یوهالا، تراکام، کامیونام آوردن گذاشتن پشتش رو بردن و تا امروز نگفتن هنوز چی تو، از جمله 3 تا بیچاره پاسپورت ترامپ آورده بودن که این 3 تاش یکیش اکسپایر شده بود، یعنی چی میگن انقضا یافته بود پاسپورتش نمی‌ذاشتن، مال قدیمیاش بوده. یکی چند لابد پاسپورت رئیس جمهوریش بوده، یکی هم لابد پاسپورت خودش بوده قبل از رئیس جمهوری. بعد ترامپ اومد روز جمعه دوشنبه گذشته گفت آقا پاسپورتامو بردن. این ABC نیوز و فیک نیوز رو گفتن به دروغ میگن پاسپورت بردن، نبردن. همون روزش FBI زنگ زد وزارت دادگستری به وکلای ترامپ، گفتن بیان ببخشید بازی این پاسپورت‌ها رو بگیریم، ما اشتباه کردیم. یعنی مثل خر تو گل کردن که چه خبره. خب پس قاضی که هر چی دلتون میخواد از خونه ترامپ بردارید بیارید و ببرید این حرفو. ولی کاغذ اصلی رو که بهش میگن افیدیویت، که دلیل اصلا اینی که رفتن تو خونه چی داشتن که شک کردن ندادن، این همون کاغذی است که 2.5 سال طول کشید در بیاد به خاطر همین تام فیتون و جودی شاواش که رفتن سو کردن ازاد گرفتن. اون کاغذی است که زمان روسیه گفتن که آقای ترامپ رفته توی هتل روسیه، اونجا با خانمای بعد لخت و پاتی رو تخت میرقصیده، تختای طلایی شامپاین میخورده و مست میکرده. ترامپی که نمیدونم تو عمرش مشروب نخورده با اون خانمای بعد دیدیم همش دروغ در اومد. اونو نگه داشتن، به هوای اون رفتن دادگاه محرمانه، FBI دروغ گفت، عوض کردن. اون مال پسره که با ترامپ داوطلبانه کار میکرد گفتن اون نمیدونم با روسیه بوده. همه دروغا رو ساختن برای جنرال فلین، بهانه درست کردن. فلین رو بردن دادگاه، طرفدارای پاپادوپولیس رو بردن دادگاه، کارتر رو بردن دادگاه، کارتری که اون پسر جوانه بود. همین رو به خاطر اون دروغی که یک
مأمور FBI به دروغ نوشته بود و یکی دیگه که CIA گفته بود آقا اون کارتر با ما کار میکرده، برای آمریکا کار میکرده، جاسوس دو جانبه بوده. اونم نگفتن به دادگاه محرمانه فایسا. پس ما سابقه دروغ FBI رو داریم که FBI برای مثل جمهوری اسلامی برای دشمناش پرونده درست میکنه. خب این که اینجوری شد، اون کاغذ رو ندادن بیرون. پریروز روز امروز چند شنبه است برای همین یعنی یه هفته بعد از روزی که رفتن خونه ترامپ، همون میشه 3-4 روز پیش، دوباره این جودیشال واچ و یه سری دیگه به از جمله وکیلای ترامپ پشتش وایسادن، رفتن به همین قاضیه گفتن که آقای قاضی این شوخی نیست، این در تاریخ آمریکا اتفاق نیفتاده بریم کنه پرزیدنت، ما باید ببینیم که بهانه‌شون چی بوده، تمام اون چیزا رو باید بدیم. رفتن تو دادگاه 2 روز پیش، دولت وزارت دادگستری از یه طرف، این وکلای رسانه‌ها و وکلای رسانه ولی وکلای ترامپ هم نشستن از یه طرف دیگه. دولت میگه که آقای قاضی ما اگه این کاغذ رو بدیم بیرون، ترامپ و بقیه میفهمن که ما متدامون که چگونه جاسوسی میکنیم و حقیقتا این چیزا رو در میاریم و میفهمن و نمیذارن که حتی ما پرونده اون پیش ببریم، برای اینکه اگه بفهمن چه چیزایی داریم کار خرابه. این وریام میگن بیخود کردی، ترامپ اینجوری نیست، شما با ترامپ نمیتونید مثل آدم معمولی رفتار بکنید، پرزیدنت بوده، به اضافه اینکه شما سابقه دروغ و مروغ و از این حرفا رو دارید، بنابراین شما نمیتونید که چیز بکنید، این کار رو بکنید. قاضی از این مدارش حمله شده و 100% این قاضی چیزش میشه دیگه، چون این همه قاضی هست چرا پلمون رفتن، همون قاضی که به همه مسائل ترامپ و کلینتون برن توش. این دید بدجوریه دستور داد وزارت دادگستری، گفت شما یه هفته وقت دارید، یعنی تا همین پنجشنبه که میاد 3 روز دیگه وقت دارید برید این کاغذ اصلی افیدیویت رو هر جاشو میخواید سیاه بکنید، اسم افرادی که میگید فاش بشه خطرناکه، متدا مدل کاری که کردی رو سیاه بکنید بدی به من نگاه میکنم، اگه موافق بودم با سیاه کردنتون که میذارم باشه، اگر نه برشون دارم بعضیا رو یه چیزا رو ممکنه خودم سیاه بکنم. باز در حقیقت این کار سیاه کردن و کاغذ رو افشا کردن افتاده به این قاضیه که از اول امضا کرده و خود وزارت دادگستری چی رو بخوام به مردم آمریکا نشون بدن. ولی حالا شاید از یه چیزی از توش در بیاد. میخوام وقت کردن در اومده میبینن که یه نفر مأمور FBI این شکایت رو نوشته به این قاضیه. معمولا خیلی وقتا یه تیم FBI با هم کار میکنن، 2 نفر 3 نفر امضا میکنن، اسم چند نفر دیگه هست، این یه نفر بوده. حالا بعد این یه نفر کیه؟ لابد اسم مأمور FBI هم که نمی‌نویسن، ولی به هر صورت می‌دونیم که یه نفر بوده. طرفدار فیک نیوز و چپ ها و اینا هم که پشت سرم، ببخشید این لابد یه چیزی که فکر می‌کنه من چرا توی اینستاگرام نیستم دارن زنگ می‌زنن. کجا بودم؟ بگذاریم. بنابراین این اتفاقی که الان داره میفته و تا 3 روز دیگه معلوم بشه چیه که کاغذش در بیاد، ببینیم که جریان چه هست. و من آقا جان من نیستم، ببخشید اینا هرچه من میگم نیستم، اینم بذارم روی Do Not Disturb. خب اینجا ببینم کیا هستن کیا نیستن. خب داره کم کم زیاد میشه. دیگه همه دارن به من دوستان چشم، من بار اولمه. روحی میگه درست شد، صفحه شما ثابت هستش آقای فروتنها، این پس کار 56 تا. حالا این یوتیوب هم ممکنه ما رو ببنده، ولی این یکی رو زنده بریم، شما اگه از اون طرف میتونید ضبط بکنید در اینجا. پس این 5 شایعه معلوم میشه چی به چیه، ولی همه شواهد بر این هست که اینها میخواهند ترامپو به زودی براش پرونده بکنن، پرونده قانونی خلافای بزرگ جاسوسی اینا، که از اون طریق شاید بتونن جلوی این بیچاره رو بگیرن اگر خواست برای 24 سال 2024 خودش رو اعلام نامزدی رئیس جمهور بکنه که اصلا نذارن و اصلا آبروشو ببره این حرفا. این خبرهای بده، حالا تو این برنامه خبرهای خوبم خدمتتون خواهم داد. پس منتظر این خواهیم تا دیروز. حالا من الان شده دیروز پیروز هم وکلای ترامپ اومدن و گفتن که ما شوخی نداریم، قراره که امروز یا فردا، اگه تا امروز نکرده باشن، چون من امروز وقت نکردم اخبار راجع به اونو بخونم،
اینا دارن یه شکایت به دادگاه میبرن که وزارت دادگستری آمریکا اومده اصل 4 قانون اساسی آمریکا رو بر علیه ترامپ نقض کرده. یعنی که همون اصل 4 که دولت حق نداره بره خونه مردم بدون دلیل و مدرک و اینا، که چرا اومدن اینجوری با اون وارانت به این پتاپنی که هر چی دلشون خواستن از هر جایی مال 4 سال گذشته رو بیارن این حرفا، میگن اون دیگه زیاده و حالا از اون طریق میخوان برن دادگاه برن به کجا میرسه. خیلی حالا یه چیزی بگم بعد اون داستان اصلی که تمام اینا رو برای شما شاید روشن‌تر کنه اون تعریف میکنم. ولی چیزی دیگه می‌خواستم خدمتتون بگم راجع به مارالاگو که اون داستان بندی اینه که ترامپ و نه فقط ترامپ ها، اوباما 30 میلیون کاغذهای مربوط به کاخ سفیدشو برد که ببره شیکاگو، ببره تو کتابخونه ریاست جمهوریش بذاره. و اون کسی که مسئول آرشیو دولت آمریکا یا کنگره آمریکا هست که آقا هست، اونم اوبامایی بود و اونم یه ماه پیش استفاده این بازنشسته شد درباره شکمش رفت. اون آقا هست که میگن شکایت کرده به وزارت دادگستری که ترامپ چند تا سند سری برده خونش. همون آقای نیومد بگه خانم هیلاری کلینتون سرورش تو زیر زمینش بود، 30,000 تا ایمیلاشو بست، سرورش کلاسیفاید نبود، اطلاعات کلاسیفاید و سری و بالای سری رو خانم کلینتون همه رو فرستاد با ایمیل. بعد میدونیم تو کشورهای مختلف هم میگرفته، میدونیم که CIA هم گرفته، اومده رومانیا اومده بود هک کرده بود، همه رو میدونیم. هیچ راجع به کلینتون نگفتن، هیچ راجع به آقای اوباما که تو خونش مثلا سکیپ درست کرده، سکیپ از اون اتاقی است که اینقدر نمیدونم دیواراش محکمه که کسی نشینه و اینا. راجع به اوباما و چند تا کاغذ سری و محرمانی برده به بهانه مثلا کتابخونه‌شون هیچی نمیگن. ولی این آقای آرشیویست اومده گیر داده به ترامپ که ترامپ سری کاغذها رو برده. خب اگه برده بود 18 ماه پیش بود. ظاهرا تمام اخبار و اسنادش هست که مامورای FBI به دعوت آقای ترامپ و وکلاش چندین بار با اینا ملاقات داشتن، کلی سری اسناد رو گرفتن، محترمانه گفتن خب اینا نمیخوان پل ما باشه، پل ما باشه. و آخرین جلسه شون هم توی ماه جون بود، یعنی 2 ماه پیش، 5 جون 10 جون یادم نیست، 2 ماه پیش، 50-60 روز پیش اینا همه خونه ترامپ بودن. ترامپ ظاهرا تو مارالاگو که منم رفتم اونجا براتون فیلم گرفتم، البته تو قسمت خونه هاشون نرفتم، ظاهرا یه زیرزمین دارن، تو این زیرزمین دفتر قفل شده دارن، تو اون اسناد محرمانی سری که ترامپ بوده اونجا بوده. اینا اف بی آی اومدن نگاه کردن گفتن خب خیلی خوب و اینا همه چی هم اوکیه، شما لطف کنید علاوه بر این قفلایی که اینجا هست یه قفل اضافه هم روی این در بذارید. وکلای ترامپ هم میگن باشه. 2 روز بعد از اف بی آی میرن، یه یا 3 روز هر موقع گفتن یه قفل جدید هم میذارن روی بر اساس درخواست اف بی آی وزارت دادگستری. پس تا 2 ماه پیش همکاری میکردن، کلی 10 تا 15 تا جوابش رو میخواستن گرفته بودن. حالا میگم همینا بوده، اینا همه رو دیده بودن، میدونه چی هست اینا. حتی ترامپ اون روز میره تو اینا با سلام علیک میکنه تو ماه جون با این پلیسا و وزارت دادگستری، میگه خب خوش اومدید، هر موقع خواستید تشریف بیارید که ما باتون همکاری بکنیم. اون آخرین باری که صحبت کردن تا اینکه هفته پیش ریختن تو خونه ترامپ. حالا بعد دید که پس این چی بوده که اینا فکر میکردن ترامپ می‌خواسته لابد هفته پیش بره کره شمالی اینا رو جاسوسی بپوشه. به کسی یکی نیست بپوشه، یا با چین بپوشه یا کره شمالی یا به کوبا دیگه بگذاریم، یا به ایران، شاید به خامنه‌ای می‌خواسته بپوشه. ترامپ احمقا. پس اینو ببندیم از مارالاگو تا ببینیم 2 روز دیگه چی میشه. حالا برگردیم سر داستانی که میخوام خدمتتون بگم. اینو فکر کنم حال بکنید. خب اینجا برم ببینم که آی خدا چطور بیا اینجا این سرچ بکنیم. البته من سرچ میخوام بکنم باید صفحه‌مو شیر کنم، سرچ اینجا بکنم همه با هم ببینیم. میذارم اینجا میشیگان گاورنر. خب این خانم خوشگلی یادتونه که ایشون اینو عکسشو بزرگ کنیم، عکس خود. این خانم فرماندار ایالت میشیگانه، همونی که کووید شد که همه باید تو خونه‌شون بمونن، هیچ کس حق نداره بیرون. شوهرش و بعدش رو ویکند رفت نام قایق گرفت رفت و درجه کف کرد بر خلاف قانون زنش.
خود زنش هم دیدن میره مهمونی و سوار شد برای تعطیلات، به کسی هم نگو، سوار هواپیما شد رفت فلوریدا رفت ایالت فلوریدا، یه ویکند اونجا حال کرد، باز برگشت ایالت خودش. و بدترین و مهمترین بدترین و بیشترین محدودیت ها رو ایالت میشیگان واسه مردمش گذاشت. اینجنری، غذا نخورین، هیچ کار نمیتونین بکنین. و تازه فهمیدیم که CDC دیگه وزارت بهداشت، اداره بهداشت آمریکا 3 روز پیش اومد ساکت گفت آقا هر چی گفتیم اشتباه بوده، گفتیم باید واکسن بزنید، حالا کمک میکنه ولی کمک اونجوری نمیکنه. اومد گفتش که این همه گفتیم اونای واکسن زده ها با غیر واکسنی ها اینا آدمای بدی هستن، آدمای خوب هستن. گفت اصلا فرق نمیکنه، واکسن بی واکسن هر غلطی خواستن با هم بکنید نمیتونن که هیچ چیزی باشه. بهتون گفتیم 6 متر 6 فوت نمیدونم 3 متر از هم دور باشید، اونم بی خود بوده. گفتیم خونه هاتون بمونید، بیزینساتون رو بستیم، داغونتون کردیم، بدبخت شدید، اونم بی خود بوده. هر چی که من و شما میدونستیم و هزاران نفر رو بی خود بی جهت از توییتر و فیسبوک و اینا بیرون کردن چون این حرفا رو میزدن، خودشون اومدن گفتن که اینا همش دروغ بوده. مثلا اینجا اگه سرچ کنم شاید دیگه گوگل هم بشه بده CDC latest COVID guidelines. مثلا آقای کووید یعنی چی میگن؟ بیا میگن که از این مال کالیفرنیا است، مال کالیفرنیا رو نمیخوام، مال خودشون اینجا یه جا کووید اینا رو لابد میزنید دیگه. کووید میگه که اسم گزارششون رو ببینید بی هم، فکر می‌کنم واقعا ما خرید نوشته CDC guidance، یعنی اون پیشنهادات خودش رو، توصیه‌هاش رو در رابطه کووید استریملاین میکنه، یکی خیلی بهتر و قشنگترشون کرده که بهتر بتونه توضیح بده که به عموم مردم کمک بکنه که از خودشون بیشتر مواظب خودشون بهتر باشن و ریسک این کاراشون رو بفهمن. بعد میره تو اینجا میگه هر چیزی کردیم اینا رو برید بخونید، اونایی که انگلیسی بلدن فارسی، همش بیخود بوده، اینو بیخود کردیم اونو بیخود کردیم، 14 روز و 3 متر و 6 فوت اینا همش دروغ. این از این. حالا برگردیم پرانتز بسته به این خانم. این خانم اگه یادتون باشه بگردیم اینجا پیدا میکنیم، بگیم که میشیگان گاورنر کیدنپرز، اینا یادتونه اومدن گفتن که یه سری نجات پرست بیا آقای فروتنی و عکس زیادی بلنده بیا وسط بشین ببینم خودم اینجا چیزی در میاد. خب اینا چون بیچارا قیافشون اینجوریه، چجوریه؟ خب ریش دارن و معظمون ندارن. گفتن آقا اینا تروریستن، اینا نه تروریست نه، اینا نجات پرست سفید پوستن و در ضمن هم طرفدارای ترامپ. اینا این خانم خوشگله رو رفتن که هاستج بگیرن، کیدنپ کنن، گروگانگیری و بعدم بکشنش. که اکتبر یا سپتامبر یا اکتبر 2020، یعنی 2 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 که تقلب شد، اینو که گفتن اگه یادتون باشه، اونایی که حداقل تو آمریکا هستن، اروپا هم شد، آقا تمام این فیک نیوزا، CBS و CNN اینا بی‌شرفا، نجات پرستا، زن فرماندار رو میخواد بگیرید بزنید و بکشید و گروگانگیری کنید، همش تقصیر ترامپ، شما همه اینجوری هستید. اینا رو بدبختا رو یه سری بردن زندان، یه سری هم بردن دادگاه. تو دادگاه که همین عزیز جریان شروع شد، دروغا اینا در اومد. دروغاشون در اومد. دیدن از اینا، حالا من نمیدونم کدوماشون، نمیخوام بی خود چیز بزنم، از 14 تا 16 تا جمعن گفتن که 14 تا 16 تا از اینا رو گفتن که اینا با هم همکاری داشتن. تو دادگاه در اومد از اینا فقط 6 تاشون آدم مأموری بودن، 12 تا 14 تاشون مأمورای FBI بودن، یا خود FBI یا خبرچین FBI. اینو تاکر کارلسون پیروزا تو برنامه‌اش اومد گفت. بنابراین اینی که من میگم نه تنها دروغ نیست، مستند به گفته‌های تاکر کارلسون در برنامه فاکس، مال اونم مستند و پرونده‌های شفاف اومده بیرون دادگاه میشیگانه که هر کی خواست بره بخونه. اینا دیگه
اسناد قانونی از دادگاه در اومده. خب چه خبر بود؟ این داستان میگم بخواد تش که برسه باورتون نمیشه. یه مأمور FBI در همون شهر دیترویت که شهر مرکز میشیگان ایناست، همون ماه سپتامبر، اون موقع دسامبر یا شاید چند ماه قبلش، تصمیم میگیره که ما باید بریم نجات پرستای تروریست ایالت میشیگان رو پیدا بکنیم. خب تک و تنها این آقای FBI که الان چون اسمش یادم نبود عکسش هم ندارم، مأمور FBI، نگوی که بعد فهمیدیم خودش یه شرکت خصوصی برای خودش درست کرده بود، شرکت خصوصی بادیگارد، محافظت برای لابد چه می‌دونم افراد مختلف. منم به زمانی می‌خواستم برم سخنرانی مرام و جنبش ایران فردا، از این بادیگارد استخدام می‌کردم، بعضی وقتا با تفنگ بی تفنگ که این جمهوری اسلامی ما رو نزنن. این مال اون موقع است که رافی خاچاتوریان رو بیچاره زدن چش رو کوی کردن جمهوری اسلامی توی لس آنجلس. در صورت این FBI برای اینکه یه حالی بکنه و شرکتشو اونجا پولی هم در بیاره، میره این کارو شروع میکنه. حالا یا با اون دلیل دیگه شرکت خودش هم جلو میندازه که منفعت شخصی هم بکنه. بعد میره یه آقا، این FBI میره یه آقای مأموری رو پیدا میکنه توی میشیگان. من اینا رو خلاصه کلشو میگم سرتون در نیارم، که این آقا هم مثل 6 ماه تازگیات رفته بوده، موو کرده بوده توی، یعنی رفته رو زندگی بکنه توی ایالت میشیگان، توی از این شهرهای دیترویت. اینا کارش هم یادم نیست چی بود، تو گس استیشن پمپ بنزین می‌کرده، نونوا بوده، یادم نیست چی بود. خلاص این یارو پیدا میکنه و این یارو شروع میکنه با این صحبت کردن راجع به اینه که چقدر بده دارن به ترامپ اذیت میکنن و ما باید به این جلوی قانون وایسیم، و شروع میکنه این بدبخت رو پر کردن که این رو تحریک بکنه، این کار غیرقانونی بکنه. در نهایت مثل اینکه دقیقاً یادم نیست، این مرد رو جوری تحت فشار میذاره، میگه تو باید بری واسه من یه تروریست پیدا بکنی، یه نفر که میخواد کار بد بکنه بر علیه دولت به خاطر ترامپ. این مرد میره میگرده، یه روز میاد یه تلفن یا آدرس میاره، میگه این فلانی، این از اونایی که تو میخوای، این مخالف دولت آمریکاست و میگه چرا اینجوری، چرا با ترامپ کردین حرفا. به این FBI میگه. حالا که تمامش از تو قضا از دادگاه در اومده، میبینن بیچاره این آخریه که میگن تروریست بوده یا نجات پرست بوده، یک آدم بیکار، بی پول، مفلس که خونهش تو زیرزمین یه اسباب بازی فروشی یا یه کتاب فروشی تو بدترین جای شهر ایالت میشیگان تو همون دیترویت بوده، اونجا زندگی میکرده، به طوری که حتی این تو خونهش آب نداشته دستشویی. برای مسواک دندونش دست صورت شستن باید پیاده میرفت چند تا خیابون اونورتر توی YMCA که از این جاهای ورزش آمریکایی هست که مجانی مردم میتونن شاید برن، مال دولتیه، رفته اونجا میرفته آب میگرفته مسواک میکرده. این میخواسته مثلا دولت آمریکا رو به هم برسه. شروع میکنن به این یارو تک زدن، به این سومیه که آقا این کارو بکنه، اینم جواب نمیده. خلاصه این کسی که این وسط بود به FBI گفت من فلان رو پیدا کردم، FBI بهش فشار میاره، میگه آقا این کردیت کارتا رو بگی تو هر کدومش $5000 پوله، اینا رو بده به این یارو که زیر زمین زندگی میکنه، این تفنگ و مهمات و بمب و اینا بخره که بخواد بزنه یه کاری مهم میخواد بکنه. این وسطی اول میگه نه، اونا بعد مجبورش میکنن، زیر فشارش میذارن، یادم نیست برای چی. اون مرده 3 یا 4 بار این وسطیه میره به این مفلسه زیرزمینی، ببین یارو آب نداشته، ولی 3-4 بار، چندین بار، 3-4 شدن چندین بار میره بهش میگه کارت $5000 میره دستش، میگه آقا اینو بگی برو بمب بخر، اسلحه بخر. اون بیچاره مفلسه میگه آقا نمیگیرم، قبول نمیکنه، میگه من که خشونت نمیخوام کار بکنم، من که تفنگ میخوام چه کار، من میخوام از قانون اساسی آمریکا، از آزادی بیان اینا دفاع بشه. ببینید چقدر اون مرد با شرف بوده، بی پول مفلس تو زیر زمین، همینجوری بهش میخوان کریدیت کارت $5000 چند تا بدن به اسلحه بخره، نمیخره و در نهایت حالا دیگه سرتون در نیارم 3-4 تا دیگه اینجوری خلاصه پیدا میکنن. بعد به اونها دیگه هم مثل میگن بریم تو ماشین بمب بزنیم فلان بزنیم، اونا میگن این حرفا چیه، همین بیچارهایی که تو قیافه‌هاشون به نظر میاد که ممکنه چی باشن، چون با قیافه که آدم نمیتونه تصمیم گیری بکنه، قضاوت بکنه. خود FBI که از ماموناش خودشون میرن بمب میذارن توی کاپوت یه ماشینی به هوای، این که چون گفتم از این 16 نفر 6 تاشون مأمور عادی بودن، 12 تا 14 تاشون مأمور FBI یا اینفورمنت بودن، خبرچین بودن. خود FBI میره بمب میذاره تو اونجا، تو اون ماشینه،
که اینا رو بهانه بکنن که آقا اینا بمب داشتن، اسلحه داشتن، اینا میخواستن برن فرمانده رو بگیرن و فرمانده رو بندازن تو زندان و گروگانگیری بعدم بکشن. اینا رو میگیرن میبرن تو زندان، بعد که دادگاه میشه تمام گندش در میاد، میفهمن 12 تا اف بی آی بوده، بمبم اف بی آی گذاشته، این کردیت کارت هم اف بی آی داده. پس این یعنی چی؟ یعنی کردیت کارت و این حرفا رو، این تمام کارا دزدینا رو، تقلبا رو اف بی آی کرد. جالب. حالا بهتون چی بگم جالب؟ بزن اینه که بگم دیگه شاخ در میارید. شاید هم شاخ در نیارید، ولی شاخ در میارید. خب بذارم کو این کجاست؟ این چیه؟ کجا بود؟ داده سلنگ. اینجا پرونده سازی کردم، چی رو کجا نشون بدم؟ این رو باید بذارم فکر کنم توی اف بی آی که میشه راشا کروژن. اینم که این نیست. اجازه بدید بیخیال اینجا پیداش کنم که بذارم دو انتونیو دی انتونیو اف بی آی ایجنت. اینه. آره خودش. این رو بیارم اینجا خدمتتون نشون بدم، ببینید که دنیا دست کیه. امیدوارم گوگل زیاد نرد نشه. خب ببینم میبینید یا نه. این یک بولتون اف بی آی هست. یه آقای هست به نام استیون دو انتونیو. حالا بریم اینجا استیون دو انتونیو رو اگه من بزنم تو گوگل، بگم اگه عکسشو داری نشون بده که مشهور بشه بین ایرونیا، خودشه. این خوش تیپه. خب کوشید شما رو پیدا کنم، گمتون نکنم. اینم که نیست. کجا رفتید شما اینجا هم که نیستید. اینجا. خب آره کسرا هم حال میکنه، یه همه مورای خوشم. کسرا ببین حالا این چه خبره، برای دوستات بگو. این آقا خوشگله، بدینم بزرگ کنم چون خیلی خوشگله. این آقای رئیس یا مأمور مسئول تحقیقات و کارهای اف بی آی در دیترویت بود در زمان این کارا. یعنی هر کاری که اینا کردن، بمب گذاشتن، دروغ گفتن، بیچاره مفلسه رو خواستن کارش بکنن، این آقا رئیس بوده گفته انجام بدید ندید. این خوش تیپه، خوشگله. فامیلش هم هست استیون دانتونو. تش یه چیزیه بذارین یه لغت بعد فارسی میشه. نه این آقای استیون دانتونو که اف بی آی بوده، بعد چی میشه؟ حدس بزنید چی میشه؟ چرا حدس بزنید؟ بریم ببینیم چی شده. خب این آقای ببینید که ببین این در دوستان عزیز نگاه کنید، در 16 سپتامبر 2019 یعنی یک سال قبل است انتخابات آمریکا 2020، یک سال 2 ماه اینو میکنن Special Agent in Charge of Detroit Field Office، مأمور FBI مخصوص دفتر FBI در شهر دیترویت. یک سال قبل که بعد این میاد و یه سال بعد اون کارهایی که خدمتون گفتم رو انجام میده. خب حالا عکسش هم دارید که من این عکس رو بگم. ایشون بذار ببینم میتونم پیدا بکنم که با هم حال بکنیم. بذار خب برو اینجا اینو اینجوری کپی کنم. ایشون ارتقا میگیره. کجا ارتقا میگیره؟ بذار ببینم. Promoted to DC Office اکتبر 20 اکتبر 2020، یعنی یه ماه قبل از انتخابات آمریکا، بعد از اینکه تمام کاراشو کرد، دروغاشو گفت و گفتن که اینا طرفدارای نجات پرست ترامپ می‌خواستن برن فرماندار میشیگان بگیرن بکشن فلان این حرفا، این آقا یک ارتقای خوب میگیره، میره مسئول رئیس دفتر اف بی آی در واشنگتن دی سی. ببین کار خلاف میکنید،
پاداش میگیرید، ارتقا میکنید. حالا چی نشه؟ Steven D'Antonio, who was named chief of the Detroit FBI office a year ago, has been promoted to head the Washington office covered possible. یعنی آقای استیون دانتونیو که یه سال پیش شده بود رئیس دفتر FBI در شهر دیترویت، ارتقا یافت به یکی از مهمترین دفاتر و مشاغل FBI آمریکا که اون رئیس دفتر FBI در واشنگتن دی سیه. و بعدم ازش تعریف کردن که همونی بوده که he saw cases lead to indictments including President Dennis Rodman. ولی ننوشتن که ایشون مسئول دیترویت بود و همش گندش در اومد. خب دوستان گرامی، مواظب خودتون باشید که از صندلیتون نیافتید. 6 ژانویه که ریچارد ترامپ رفت سخنرانی کرد و این اول برنامه گفتم چقدر واسش پاپوش کردن، حدس بزنید پرونده 6 ژانویه که تا الان 900 نفر رو بازداشت کرده، 500 نفر هنوز تو زندان هستن به عنوان تروریستایی که میخواهن دولت آمریکا و حکومت آمریکا رو مسلحانه از بین ببرن، کودتا بکنن، اینجا بکنن. حدس بزنید مسئول تمام 6 ژانویه کیه تو اف بی آی؟ اگه گفتید باریکلا گفتید، همین آقا هست کو، همین آقا خوشتیپ هست. پس این آقای دانتونیو شد مأمور اف بی آی در واشنگتن که 6 ژانویه زیر دست اونه. دیترویت کثافتکاری و دروغ، ارتقا به مهمترین دفتر اف بی آی در آمریکا که واشنگتن دی سیه و کار اول 6 ژانویه ترامپ رو بگیرین و تمام طرفداراشون ساعت کن. اگه هنوز از صندلیتون نیافتادید که از تعجب قطع بکنید، یه سومی هم بگم، این سومی رو حتما دیگه میافتید، روحی محکم بشین نیافتید، رستاخیز هم همینطور. حدس میزنید که چه کسی، چه دفتری و چه شخصی درخواست حمله 6 صبح مسلحانه به دفتر آقای ترامپ در مارالاگا رو داده و امضا کرده؟ اگه گفتید بنویسید اینجا، تایپ بکنید. من اینجا ثبت میکنم ببینم که زیر دوستان شیر کنید حامد دوستان چی می‌نویسن. بنویسید ببینم فکر می‌کنید کی بوده؟ منتظرم. تا شما چیز می‌کنید من یه قهوه بخورم. البته شما حضور من ماه رمضان نیست که ناراحت بشن. ببینم بذار من اینجا ویدیو ببندم قهوه بخورم. خب برگشتم. حامد میگه افتاد. کسرا میگه نگین که همین بوده. کسرا خودش بوده، خودش همین آقای دانتونیو دفتر اف بی آی واشنگتن میره خونه آقای ترامپ توی فلوریدا، نه دفتر اف بی آی فلوریدا که معمولا رسمینه، هر ایالتی باشه معمولا رسمینه، به اون اف بی آی اون ایالت میگن آقا برو فلانی رو یه کاری بکن بگیر. اینا به پلیس محلی، اینا نه به پلیس محلی فلوریدا میگن، نه به پلیس پامریش میگن، نه به پلیس ایالتی فلوریدا میگن. میان از واشنگتن دی سی همین آقای دانتونیو امضا میکنه، میگه برین خونه ترامپ بیا با درستش کن. دن شما فکر میکنید تصادفیه همین شخص؟ من فکر نمیکنم تصادفیه. اینم هست. آره حامد انگلیسی هم خوبه، میگه که او مای گودنس. باریکلا وکیل جفری اپستین و جک میگه این اون آقای قاضیه بوده. من دارم راجع به اف بی آی صحبت میکنم. پس جریان اینه همیهنان عزیز. پس اینا دارن از ترس میمیرن. چرا دارن از ترس میمیرن؟ اگر که اونجوری که باید بشه بر اساس تمام نظرخواهی‌ها مردم آمریکا متنفرن از بایدن، 12%، 13%، 20% حد اکثر میگن اوکیه، اونم معلومه چه خرایی هستن میگن اوکیه، اگرم بگم به خاطر تنفرشون از ترامپه. 70% ایندیپندنت ها مستقلا میگن ما نمیخوایم. 85% مردم آمریکا دارن میگن ما داریم جای راه اشتباهی میریم تو آمریکا. ببینید چه کردن اینا در یک سال و نیم این بایدن. 4.9 میلیون نفر، بگو 5 میلیون نفر در 18 ماه گذشته غیر قانونی اومدن از مرز جنوب وارد آمریکا شدن. تمام این 18 ماهی که ما با ماسک و اینا باید میشستیم کنو، آمپول اول، آمپول دوم، واکسن سوم، واکسن چهارم و کانادا الان آقای
ترودو واکسن پنجم داره به زور میخواد تو به مردم بزنه این حرفا. ما که همه خونه‌مون مجبور بودیم بمونیم، یا شما حالا آمریکا رو بگم اروپا رو نمیدونم، 5 میلیون غیرقانونی از مرز اومدن. الان یه فیلمی هست که پریروز پلیسای ایالت تگزاس یه در زنجیری هست، در رو قفل کردن، اونور کلی از این غیرقانونی هم میخوام بیان اینور راه نمیدن، قفل کردن. یه مأمور فدرال میاد کلید برمی داره تق قفل راه میکنه، همه رو میگه بفهمین تو. چرا؟ برای اینکه در آمریکا مسائل مهاجرت و ایمیگریشن در اختیارات دولت فدراله نه ایالتی. حالا بگذاریم بعضی از این ایالت‌ها اتوبوس و چوب و پنجره میدونم چیزای دیگه دیوار گذاشتن نازوش نیان، اونم یک جریان دیگه است. خب پس الان که فهمیدیم چه خبره، فهمیدیم که اینها به زور میخوان هر کاری میخوان بکنن که که چی؟ که ترامپ نتونه 2024 بره رئیس جمهور بشه. یا حالا باید دید که چرا این موقع این کارو کردن، اگه 2024 چرا این کارو کردن. من یه سری نظرات شخصی دارم، ممکنه همه اشتباه باشه، ولی خب دیگه شما داری گوش به نظر میگن. یکی اینا امیدوارن که مردم آمریکا که طرفدار ترامپ هستن، که بیش از نیم مردم آمریکا هستن، عصبانی بشن، کارهای خلاف بد بکنن، مسلحانه بکنن، اینا بیشتر بگن که طرفدارای ترامپ نمیدونم تروریستن و چی این حرف. ممکنه اون باشه. خدا رو شکر تا اون موقع تا الان جوری نشده، جز اینکه همون روزی که رفتن خونه ترامپ، فرداش یه نفر با تفنگ اینجوری رفتم ساختمان اف بی آی در ایالت اوهایو که ظاهرا نمیدونم تیرینا بزنه، زدن کشتنش. حالا بعد میگن این، بعد مسلما گفتن ایشون یه تروریست راستیه دیگه، نمیدونم نیست گفتن ترامپ کنه. وقتی میگن نجات پرست راستی، یعنی تمام این 100 میلیون نفر 80 میلیون نفر طرفدار ترامپ از جمله بنده ایمان کردن یا همون تروریست. خب یکی رو زدن کشتن. دیروز همین الان پراجکت وریتاس در اومد. پراجکت وریتاس که یادتونه بهتون گفتم چیه. پراجکت وریتاس اجازه دارم که اینی که در اومد سخته، بخشید این رژیتری هاست. چرا میخوام جنوری 6 کلوژن اینم که اینه الان میام خدمتتون. شاید تو قسمت گلوبالیستا باشه. اینقدر من بخشای مختلف کردم برای شما. حالا که این هست اینو بهتون نشون بدم. ویو این چنل اینم بیام شیر کنم. چرا یوتیوب آسان‌تر شیر کردم البته کار بکنه. این ویدیویی که الان براتون پخش میکنم اون است که بهتون گفتم. اینایی که لباس قهوه‌ای تنشونه، اینا مامورای تگزاس ان، پلیسای تگزاس ان، دم در رو بستن، اون غیر قانونی‌ها اون برن. اینی که الان این وسط سبز است این میاد و حالا نمیدونم این چگونه بازش بکنم، ولی میاد و در رو وا میکنه برن تو. اینا دیدین تا الان قفل بود و این آقای فدرال اینم تقصیر ندارم، از بالا بهش دستور میدن که انجام بده دیگه، یعنی انجام نده چیز. اینا همه اومدن این بیچاره تگزاسی ها میگن آقا چرا راه میدی، اونم میگه ما دیگه واسه دیگه از این ورم بیچاره زن و بچه. حالا بگذاریم که اینایی که میان هم میهنان عزیز کل اینا خودشون بدبختی دارن. میذارم استاپ شیر کنم. روزی نیست که در اون رودخونه‌های دم مرز جسد افراد و بچه و زن اینا پیدا نکنن. بعد از جای سخت برن زندگیشون میفروشن، نفری $10,000 تا 5-6-7 $10,000 پول میدن به این قاچاقچیای انسان. قاچاقچی‌ها میارن زن‌ها رو بهشون تجاوز میکنن، بچه‌ها رو تو راه تجاوز میکنن، کلشون میمیرن و در ضمن کلی هم با از این قرصای که از چین وارد میکنن که کلی 100,000-200,000 نفر آمریکایی رو پارسال کشت، به خاطر اینکه اینقدرشون میخوری همونجا جابجا می‌بینی. اینقدر این قرصا قوی ان، 100 برابر هروئین و کوکائین قوی هستن. پس الان این دموکرات‌ها دروغای هیلاری کلینتون هست، تقلبای روسیه و راشیا هوکس هست، همش تو دادگاه در اومده. تمام پرونده هانتر بایدن با اون لپتاپش که بالاخره خودشون مجبور شدن بگن درسته. چرا گفتن درسته؟ برای اینکه میگن اون دادستان ایالت دلور به زودی میاد
مثلا شاید پسر بایدن رو بخواد پرونده باز بکنه، محکوم بکنه، اینا که اونجا لابد باباش میاد کاری میکنه، اینو زندان که نمیذارن بره. همون روزی که رفتن خونه ترامپ با پلیس، همون روز این هانتر بایدن دوست که تو فیلماش با بچه‌ها سکس میکنه و کوکین میزنه و ایمیلاش هست، میلیون حسابای بانکی هست، از چین پول میریزه به حسابش، ایمیل هست، شاهد هست، شاهده حسابی که 10% مال جو بایدنه، پسر سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه و رئیس جمهور میرن مرخصی 2 هفته فعلا اینا وکیشن تابستون بگیرن. پس اینا دارن زندگیشون رو مجبورن بذارن که ترامپ نبره و این چیزا پاش نشه. نه تنها ترامپ نبره، بلکه این انتخابات پیش روی نوامبر هم به نفع جمهوری خواه نشه. حالا من شما میدونیم اولا که هر کسی رو، هر نامزدی رو که آقای ترامپ پشتیبانی کرده در این 1 سال گذشته برای نامزدی انتخابات 2022 تا پیروزا، مثل 91%شون بردن. اصلا غیر و اینایی که بردن ترامپ تنها کسایی رو پشتیبانی میکنه علاوه بر این که به نفع آمریکا حرف بزنن، موافق این باشن که تقلب شده در 2020. از جمله اینا هم که لابد میشنه خیلی کسای مهم هستن. شاید حالا بریم تو خبر خوبای سر از این خبر خوبا رو اگه من اجازه بتونم اینجا گیر بیارم که براتون بذارم اینجا. خب مثلا بگیم که list of Trump endorsed candidates. به من اینه بذارم چند نفر میرم candidates داره، بهتره که بتونم درست بلو کنم. endorsements by Donald Trump. ببینید 2022 235 تا 2022 رگولار میگه اوکی. ببینید 235 تا، الان نمیدونم چقدر دقیقه، 235 نفر رو آقای ترامپ تا امروز برای انتخابات پیشرو 2022 پشتیبانی کرده، اندورس کرده، که از اونا 183 تا بردن، 17 تا احتمالاً باختن و حالا اگه جمع نشه برای اینکه 1-2 تاش این برنامه هنوز اسپشیال الکشن مونده، 92% هر کسی که ایشون گفته که من موافق هستم پشتیبانی کرده اومد چیز کردن. حالا یه لیستی که براتون مثلا بگیم، اول اینا باید برن توی انتخابات ایالتی یا محلی یا شهریشون در مقابل جمهوری خواهان دیگر که یکیشون برنده بشه، برن نوامبر روبروی دموکرات‌ها یا هر کسی دیگر. حالا این گرگ ابت که مال تگزاس، فرماندار تگزاس، توی ایلینوی، ایالت ایلینوی که 100 سال دموکرات بوده، یه خانم جوان مثل این سیاه‌پوست هم بود اومد، اون برنده شد که الان میشیگانه که اون روبروی این فرماندار خواهد بود. تو مریلند، تو ماساچوست که همه راست چپن، تو میشیگان اینه، این تودر دیکسون اسمش آوردم که حالا عکسش، این تودر دیکسون میخواد بره روبروی این خانمه، این گریشن ویتمر که همین خانم هست که بهتون گفتیم که میخواستن ارباب خودشون بکشنش، کسی که داره در مقابلش میره این یکی خانم تودره. این هم شما عکسش ببینید که باهاش آشنا بشید. نه پس این سیاه نبود، این سفیده، اون سیاهی که دیگه بود. این گاورنر میشیگان میخواد بشه و از این حرفا بگذارید. یا مثلا شما کری لیک رو حتما میشناسید، مثل این الفابتی. این کری لیک مال آریزوناست. این خانومه ببینید همین عزیز الان ما فهمیدیم چه خبر. اونایی که با من چند ماه بودن، این کیری ها جایتونه کیه که مال دموکرات هاست، میخواد فرماندار آریزونا بشه در نوامبر. این همون مسئول انتخابات ایالت آریزوناست که نمیذاش هر جا رفتن دادگاه سنای آریزونا که آدیت کردن این رفایسگاه همه چی خوبه، هی تقلب کردن. اینو بس بهش قول دادن از لازم من، گفتن خانم تو بیا این دروغا رو بگو، ما تو رو بعد میکنیم یه فرماندار. پس این احتمال زیاد فکر میکنه فرماندار میشه و حالا باید اجرا تقلب رو نگیرن، شاید بشه. ولی بعد از این یه تنفس میگیرم میرم تو خبرهای خوب براتون. این کری لیک بورد، این راه میره میگه تقلب شده، راه میره میگه من استاندار بشم تمام انتخابات 2020 باید بیاد بیرون.
نه تنها این بذار اون آقا هم بگم اونم کیف کنید. آریزونا یارو هست مال آریزونا کلا داره، کریلیک نه. ببینم اینم چه سورت کرد با استیت نه. ببینم آریزونا هست کو دیگه که یو اس سنت، سناتورا، مجالس، اینا هر چی رو گفته همه دارن میبرن، جیم بانکس اینا. ولی اون یه آریزونا اینجا اگه پیدا بکنه، الاباما، اون آقای کلاه هست که میشناسید تو سنا بود گفت دروغ و کلک اینا کردن، رو پیداش نمیکنم. اریزونا دو که این الیکرینه اینه. نه این الیکرین اومد توی هفته پیش چیه ترو د بوت. این سیل بوده، همین از سیل میده، نیوی سیل از اونایی که اسامه بن لادن رفتن کشتن، این از اون بوده الیکرین. و این هم نماینده کنگره. خوشبختانه کلی از اینا اومدن، ولی من و شما میدونیم که اینا تقلب خواهند کرد یا میخوان انجام بدن. ولی دو تا چیز مهمه. یکی اینکه چند ماه پیش یادتون باشه تو وست ویرجینیا بود، کجا بود که جمهوری‌خواه بردن، با وجودی که چه می‌دونم 30 سال 40 سال بود که دموکرات‌ها اونجا بودن و کسی که می‌خواست فرماندار بشه کسی بود که بیشترین پولا رو برای کلینتون توی قبل 30 سال گذشته در آورده بود. اون باخت. این خانم کریلیک هم که بهتون نشون دادم تو آریزونا، این هم قرار بود ببازه. یعنی من وقتی که نگاه می‌کردم نتایج انتخابات نتایج انتخابات که نگاه می‌کردم مال آریزونا رو، این خانم جلو بود، یهو دیدیم عقب افتاد. گفتم اینی که 30 پوینت جلو بود توی نظرخواهی‌ها. چرا؟ چون توی آریزونا این خانم کریلیک که میخواست بره توی انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواها، این بود در روبروی یک خانم دیگه آمریکایی. پشت این خانم کریلیک که من شما دوستش داریم آقای ترامپ بود. ترامپ گفت مردم به این رأی بدید. اون یکی رو مایک پنس گفت رأی بدید و فرماندار فعلی آریزونا دوسی دروغگوه. مایک پنس هم فکر می‌کنم با اوناست. حالا رشوه تهدید اونا رو نمیدونیم، ولی بالاخره اونم با اوناست. اونا گفتن به این خانم رأی بدید. ترامپ تک و تنها گفت به این رأی بدید. البته فرماندار آریزونا هم قبل یا بعد فلوریدا اومد، دو سانتوس هم گفت به این یکی رأی بدید. خلاصه این برد. اینی که برد. بعداً هفته پیش که من رفتم یک برنامه 6 ساعت و نیمه رو نگاه کردم که الان دیگه پخش نمیشه، بعد برم ببینم پخش میشه براتون پخش کنم. اونو که بذارم که دیگه یوتیوب حساب من میبنده. اسمش هست The Pit. حالا مثلا پرانتز بسته، اونو بهتون میگم. اونجا ما فهمیدیم که مردم عادی آمریکا، همونجوری بهتون گفتم، در تمام آمریکا دارن شبانه روز کار میکنن جلوی تقلب‌ها رو بگیرن. پس بین الان تا ماه نوامبر یک رقابت و مسابقه هست بین کسانی که میخوان تقلب بکنن و کسانی که جلوی تقلب میخوان بگیرن. چون اگر جمهوری‌خواه ببرن سنا یا مجلس یا هر دو رو، تمام این نشست‌های کنگره‌ای شروع میشه و تمام دروغا دونه دونه از بایدن و پسرش و پدرش و کلینتون همه در میاد و اینا نمیتونن چون الان همه کووید فاوچی تمام دروغا در میاد. پس اینا شده که بزنن و بکشن، ترامپ رو بندازن زندان، مجبورن که چینا بگیرن. حالا سوالی که چرا الان، اگه برای ترامپ بود برای 24، چرا الان، چرا نداشتن یه ماه 2 سال دیگه؟ من فکر میکنم اینا گفتم با یه تیر دو نشون بدین، از الان شروع بکنن تا یه سال. الان که فهمیدیم نمیخوان اون کاغذ اصلی رو نشون بدن که چرا ترامپ رفتن خونش، بنابراین مثل روسیه راشیا هوکس میاد اینو نشون نمیدن، بعد هر روز یه بار نیویورک تایمز و اینا هی دروغای الکی میفرستن. مثل هفته پیش واشنگتن تایمز پست نوشت که ترامپ کدای نام چیزی اسناد مربوط به اتمی رو داشته. خب مردی که خبرنگار، اسناد اتمی یعنی چی؟ کی من میخواد تعریف کنه اسناد اتمی یعنی چی؟ اسناد اتمی چی؟ نقشه بوده، عکس بوده، جا بوده، آدرس بوده، کد اتمی بوده، چی بوده؟ نمیگن دیگه، فقط اینو میندازن همه میگن این فیک نیوزا تو ای بی سی بودیم که اسناد اتمی داشته. اسناد اتمی درش بود، همش هم میتونست کلاسیفاید بکنه یا آن کلاسیفاید و گفته انجام دادن. اینا رو که نمیگن که بگذارید. پس اینو میخوان نشون ندن، یه روز زمینم بیان دروغ اینا بگن که اون فیک نیوز هم بگیرن. همون کاری که با کووید کردن، همون کاری که با انتخابات 2020 کردن، این حرفا. پس الان اتفاقی داره میفته اینه که
مردم عادی ول نمی‌کنن و من نظرم این است که ترامپ فقط یک نفر در کره زمین باعث شد در تمام این تاریخ که بیاد دروغ‌های فیک نیوز و دروغ‌های گلوبالیستا و کلاوس شواب و بیل گیت و تمام اینا بیشترش کشف بشه، رو بشه که حالا خیلی دیگه مونده نمیدونیم. و انتخابات 2020 بود که چنان ترامپ برد که هرچی تقلب کردن مجبور بودن که همونجوری که میدونیم 10 شب شمارش آرا رو قطع کنن تا 10 روز بعدش رای بیارن تا مثلا با 10,000 تا بگن بایدن به دروغ برد. پس اگه ترامپ نمی بود هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. حالا که اومده همه مردم دنیا میبینن و اینا ترسیدن. پس به نظر من یه دلیلی که اومدن ترامپو اینجوری بهش حمله کردن الان اینه که شاید فکر میکردن، امیدوارم ترامپ این کارو نکنه، خیلی هم میخوان نکنه، شاید فکر کنن که ترامپ که زودتر بیاد قبل از انتخابات 2029 بگه من میخوام رئیس جمهور بشم. چرا؟ برای اینکه اگه اونو بکنه کلی از دموکرات‌ها الان اکثرا بیحالن، میدونن کشورشون داغون شده، دموکرات‌ها داغون کردن، پشیمونن، اکثرا میخوان بر علیه بایدن و دموکرات‌ها رأی بدن به خاطر تورم، به خاطر این غیرقانونی‌ها که وارد آمریکا میشن، به خاطر اقتصاد، به خاطر چین، به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر این چه می‌دونم مردم میفرستن تیم ملی زن‌ها یا تیم شنا زن‌های دانشگاهی عضلای اینجوری ببره. هر کثافتکاری اینا تو دلشون خواست دارن در آمریکا انجام میدن و و الان برای همینه که دموکرات‌ها 100% خواهن باخت، مگه اینکه یا تقلب بشه. شاید اینا فکر کردن اگه ترامپ بیاد بگه آقا من میخوام 24 رئیس جمهور بشم، دموکرات‌ها رو هیجان زده کنه، بیشتر برن رأی بدن که اصلا مردم یادشون بره برای چی دارن رأی میدن، به خاطر وضع اقتصادی آمریکا که اصلا برای ترامپ بدن. بنابراین امیدواریم که ترامپ پول اینا رو نخوره، این کارم انجام نده. یک کار دیگه هم این هستش که ممکنه این کار اینا کردن که مردم عادی عصبانی بشن، با تفنگ و مفنگ بریزن تو خیابونا و اینا. الانه که ترامپ برای اولین بار که من میشناسمش تو این 23 سال که کتابش از 30 سال پیش میخوندم تا آخر تا همین امروز، ترامپ هیچ موقع ندیدید عقب نشینی بکنه، همیشه میره جلو، هر حرفی بزنن میگه بزن بریم جلو. یک بار تو عمرش این مرد عقب نشینی نکرده، نه در زندگی شخصیش، نه در بیزینسش، نه در رئیس جمهوریش. هفته پیش برای اولین بار ترامپ عقب نشینی نکرد، اومد گفت من آمادم با وزارت دادگستری و دولت هر جور همکاری بکنم برای اینکه ما باید این حرارت هیجان مردم رو بیاریم پایین. یعنی چی؟ یعنی نکنیم شلوغ بشه مردم بریزن تو خیابون به خاطر ترامپ. من فکر کنم ترامپ اگه یه حرف بزنه کلی از مردم آمریکا میریزن بیرون، امیدوارم نزنه و امیدوارم که اینجوری پیش بره. خب الان 12 شروع کردیم، 2 ساعت رفت. این یوتیوب داره همینجوری میره مثل این که دکتر یه سوال، تو رو باید اسناد تقلب چرا به جایی نرسید؟ مایک لینده این همه زحمت کشید از اینکه برنامه زنده گذاشت. کسرا جان تمام اینا داره به طور موازی میشه. من الان یه تنفس بگیرم، فقط من تنفس رو چجوری بگیرم؟ اینو ببندم نبندم؟ البته شما که اینجا هستید من فکر کنم اگه اینو ببندم روحی چیکار کنم؟ اینو من استاپ کنم بعد برم دوباره یه ویدیو دیگه همینجا چند دقیقه شروع کنم شما برمیگردید؟ ها روحی هنوز هست اینجا؟ رستاخیز بار اولمه تا من بخوام این جواب رو بدم. من فکر کنم اون کارو بکنم، اینو استاپ کنم که این بیخودی نبنده، بعد دوباره برمیگردم 20 ثانیه صبر کنم ببینم شما چی میگید، یه آبی بخورم و بعد برم یه سری خبرهای خوب بدم. تا الان بهتون گفتم چه خبر دنیا که جریان میاد، بعد جواب کسرا رو میدم، مایک لیندل و خیلی کارهای مهم دیگری که داره انجام میشه. خب کسرا میگه ممکن هستیم. خب پس دوستان من با عزتون این برنامه رو ببندم، زنده رو. آره شما به دستشویی برین یه چایی بخورید، منم که برم یه آب چیزی بخورم برمیگردیم. پس اینو به این زوم بگم آقا